سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز در این درس ما به شما چگونه تغییر دادن فعل ایتی را در زمان گذشته در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. فعل ایتی در جانشین ها. دوستان عزیز، چنانچه در درس گذشته به شما گفتیم، فعل ایتی مصدر فعل ما به معنای رفتن است و تا کنون ما فعل ایتی را در زمان حاضره و زمان آینده آموختیم. در زمان حاضره یا ایدو من می روم و در زمان آینده یا بودو ایتی من خواهم رفت و اکنون در درس امروز ما در زمان گذشته می آموزیم که فعل ایتی به شکل‌های گوناگون گردانده می شود. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد. یا شال، یا شلا من رفته ام، یا اینکه من رفته بودم در زمان گذشته. دوستان عزیز، یا شال برای مرد استفاده کرده می شود، یعنی مرد دارد صحبت می کند که من رفته بودم. اگر زن باشد یا شلا من رفته ام، یا اینکه رفته بودم. تی شال، تی شال، یا اینکه تی شلا تو رفته ای. مرد باشد شال، زن باشد شلا. آن شال، آن پسر رفته است. انا شلا، آن دختر رفته است. انا شلا، آن رفته است. می شلی، ما رفته ایم. وی شلی، شما رفته اید. انی شلی، آنها رفته اند. فعل ایتی در مثال ها. یا شال всю жизнь، یا شال всю жизнь من تمام زندگیم را رفته ام. تی شال всю жизнь، تی شال всю жизнь تو تمام زندگیت را رفته ای. آن شال всю жизнь، آن شال всю жизнь آن پسر تمام زندگیش را رفته است. انا شلا всю жизнь، انا شلا всю жизнь آن دختر تمام زندگیش را رفته است. انا شلا всю жизнь، انا شلا всю жизнь آن تمام زندگیش را رفته است. می شلی всю жизнь، می شلی всю жизнь ما تمام زندگیمان را رفته ایم. وی شلی всю жизнь، وی شلی всю жизнь شما تمام زندگیتان را رفته اید. انی شلی всю жизнь، انی شلی всю жизнь آنها تمام زندگیشان را رفته اند. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.